اوه 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 باز این یارو بد دهنه اومد، خیلی بد صحبت میکنه. حواسم هست. خب شما خودتون رو معرفی کنید. سلام عرض میکنم خدمت آحاد شما عزیزای دلم، عشقای من، عسلای خودم. بنده مجلس قلی مجلسیان هستم. این دفعه دیگه تصمیم خودم رو گرفتم که نماینده شما هانیا و بیبی های خودم تو مجلس بشم. حاج آقا این دفعه توی فاز دیگه ای صحبت میکنی، عسل و هانی و اینا چیه داستانش؟ خب در ایام ولنتاین انتخابات هستیم، شرایط هم اقتضا میکنه که بدین صورت خودمون رو ارائه بدیم. ایشالله چند مادیه که خرمون از روتون گذشت دوباره با همون واژه‌های اغتشاشگر و علف‌های هرز و خبیث و اینا در خدمتتون هستیم. شما چرا زودتر خودتون رو کاندید نکردید؟ والا گوله نمک من که شما باشی، من همه شرایط نمایندگی رو داشتم، فقط نمیتونستم نشسته بخوابم که این موضوع هم با همدلی مسئولین حل شد. الان راحت میتونم برم مجلس. شما بفرمایید که در حال حاضر شغلتون چیه؟ والا بنده یه طلبه ساده هستم، یه حقوق بخور و نمیر از حوزه میگیرم، یه زیرپله هم اجاره کردم، یه ماشین دورنگ دوگانه هم دارم، تو حساب بانکی من 500,000 تومان بیشتر نیست. هدفم هم فقط و فقط خدمت آقاتون، خدمت. ولی این هزینه تبلیغات شما که میلیاردیه که آقا. شام و نهار میدی، کباب میدی، سیم کارت رایگان میدی، ترانه ساختن واسه. پول اینا رو از کجا آوردی شما؟ والا اینا رو که من ندادم، این اکبر چلویی نظر داشت، گفت بیا بارم بیام تو ستاد شما بدم. گفتم خب بیا بده. سیم کارت دارم، اکبر سیم کارتی نظر داشت، نمیخواست اسمش فاش بشه، گفتم بیا تو ستاد انتخابات ما تخصش کن. ترانه هم که خود اکبر تیمپونی واسه یه زیدی خونده بود، گفتم خب کار خیره بیاد ستاد ما بخونه بره دیگه. خب بقیه از اینا هم شبا مسافر کشی میکنم، میرم اسنپ اونجا پول در میارم. خب به نظر شما یه نماینده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ والا ویژگی‌های نماینده که کاملا مشخصه. مدیر باشه، مدبر باشه، به فکر مردم باشه، ساده زیست باشه. و البته اینا که میگن همش حرفه، عکس رو برفه. اون چیزی که مهمه ولایت مداری یه نماینده است که شما وقتی ولایت مدار باشی خود به خود واجد شرایط هم میشی، دوز میشی، مال مردم خور میشی، بی شرف میشی، بی شعور میشی، دروغگو میشی. تمام ویژگی‌های ولایی بر تو مترتب میشه ترتیبا. خب حالا یه خورده درباره برنامه هاتون هم توضیح بدید لطفاً. برنامه‌های بسیار خوبی دارم که با مشاورینم ماها روش کار کردم. یه 2-3 هزار هکتار تو ورامین دارم زمین، میخوام دامداری بزنم. 2 تا برج تو میدون آرژانتین میخوام بسازم. برای بچه‌ها میخوام مدرسه غیر انتفاعی تأسیس کنم، بفرستمشون کانادا. لباسون، ویلون، نمک آبرون، کیش، کاسپیان. آقا برنامه‌ت برای مردم چیه؟ اینا که همش برای خودت بود که. آقا مردم چه ربطی به روحانیت دارن؟ اشتباه به عرضتون رسوندن ها. تو این شرایطی که هستیم گل من، مردم برای ما برنامه دارن. ما هم تا جا داره باید بتخونیم، محب به جیم بندازیم بالا. عاشقانم کانادا اون نشسته دیگه. شما دیگه اینقدر کشش ندید دیگه بابا. بگو رأی چند بشکن و بالا بنداز. انگشتاتون هم که هست، جوهرم که هست، مبارکه. بزن به سلامتی، پر کن خالی کن. بیام واسه کدوم جفت گله واسه بیا. پاشو برو بیرون. پاشو گم شو بیرون. گم شو بیرون بابا. گم شو بیرون بره. گرفتم ها، تصمیمم رو گرفتم.